سلام دوستان، با یکی دیگه از آموزش‌های نرم افزار اتوکد در خدمتتون هستیم. توی این قسمت من هدفم اینه که به شما تفاوت بین دو تا دستور ریجن و جوین رو بگم. خب جفتشون وقتی که ما استفاده میکنیم توی پروژه ها برای اینه که شکلمون به صورت یک پارچه و حالا یک نواخت در بیاد. خب یک پارچه که میگیم، حالا هدف چیه، منظور چیه؟ ببینید من دستور لاینم رو اینجا روش کلیک میکنم یا گزینه ال رو اینجا تایپ میکنم و اینتر رو میزنم. یک فرمی را من با کلیک های مختلف اینجا ایجاد میکنم. خب زمانی که من روی شکلم کلیک میکنم، روی هر قسمتش که جدا کلیک میکنم انتخاب میشه، کل شکل با هم انتخاب نمیشه. حالا من میام دستور کپی را اینجا تایپ میکنم، یه کپی از این شکلم به سمت راست میگیرم. خب یه کپی ازش من حالت حالا معمولی گرفتم. من شکل سمت چپ رو انتخاب میکنم و دستور جوین رو اینجا براش تایپ میکنم. از دستور حالا منوی پی ادیت هستش جوین. اینتر رو براش میزنم. ببینید وقتی که روی یه قسمتم کلیک میکنم کل شکل با هم انتخاب میشه و به هم پیوسته میشه. دوستان وقتی موس روش تکون میدم اینو شما به صورت هایلایت میتونید ببینید. خب دستور ریجن یا همون منطقه یا ناحیه اون چه کار میکنه؟ من میام تایپش میکنم. من رژیونمو یا ریجنمو، حالا اصطلاحاً رژیون میگم، معمولا ریجنمو اینجا میزنم و کل شکلمو انتخاب میکنم. خب جفت شکل‌های من ببینید حالت پیوسته هستن و به هم متصل هستن. خب من زد یا زوممو میزنم حالت ای تا منطبق بشم روی صفحه. خب من حالا میخوام تفاوت اینا رو بهتون بگم. قبل از اینکه تفاوت رو بگم، من چه دستور ویژوال استایل رو اینجا تایپ میکنم. خب به صورت پیش‌فرض روی حالت وایر فریم هستم. من شیفت نگه میدارم بچه‌ها و قرقره موسم رو تکون میدم. میتونم عملیات روتیت انجام بدم. توی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ معمولا به این حالت ما گفتیم اوربیت، ولی خب توی نرم افزار دیگه حالت روتیت ما بهش میگیم. حالا جزء نویگیشن های نرم افزار هستش که پن، روتیت و زوم هستش. خب ما یک روتیت توی فضا انجام میدیم، یک چرخشی انجام میدیم. حالا من اینو جوین کرده بودم، شکل سمت چپ و شکل سمت راست حالت ریجن کرده بودم. خب حالا من چرا تفاوت این دوتا رو کلا دارم میگم، اینه که یک سری وقتا شما شکلی که ریجن میکنید، موقعی که میخواد یک عملیات بعدی روش انجام بدید و خروجی ازش بگیرید توی نرم افزاری مثلا برای لیزر یا دستگاه وایر کات، شکلتون به مشکل میخوره. حالا چه مشکلی میخوره؟ این مشکل رو میتونیم توی اتوکد خیلی راحت ببینیم. چون زمانی که من شکلمو چرخوندم، میام ویژوال استایلمو میزنم و روی مود مثلا شیدد ویت اج قرار میگیرم تا بتونم رنگ‌های مدل و لبه هامو ببینم. خب ببینید بچه‌ها، وقتی که من از دستور ریجیون یا ریجن حالا اصطلاحاً استفاده کردم، باعث شد که شکل من تبدیل به یک پوسته بشه و زمانی که من اینو توی نرم افزارهای مثلا برش لودش میکنم، این شکل به صورت خط دیگه نمیشناسه، به صورت یک سطح میشناسه و این برای ما مشکل ساز است. ولی شکلی که جوین کردم خیلی راحت میتونم اینجا داشته باشم بدون هیچ مشکلی. حالا ما اکسپلودش کنیم ببینید چی میشه. من میام اکسپلود رو اینجا براش میزنم. وقتی که اکسپلود میزنم شکلم دوباره به خط تبدیل میشه و از اون حالت ریجن به طور کل آزاد میشه.